سعادت قربانова دهقانزن از جماعت دهاتی غازیان ناحیه باباجان غفروف است که دوام 5 روز این جانب همراه عائله‌اش به قنوچین حاصل کارتوشکا مشغول است. وی میگوید امسال در میدان نزدیک 1 هکتار کارتوشکا کشت کردند. همراه عائله‌اش در یک روز تا 600-700 کیلو کارتوشکا را جمع آوری کرده به نوه‌ها جدا میکنند و سپس به فروش میبرند. بنا به نقل قهرمانی گزارش ما حاصل کارتوشکا امسال نظر به سال گذشته خوب است، زیرا دهقانان نوبست از گران شدن نرخ نوری‌های مینرالی سری وقت به زمین دارو پاشیدند تا اینکه حاصل فراوان شود. از سال گذشته امسال اکون نخستر هم کلان و هم نخستر و وقتش به دارو دادیم و آب دادیم و کردیم حاصل امسال اکون نخست خدا خواهد هم خدا خواهد و سری پوری میشد خدا خواهد همش نخ 4 نمود به جدا میکنیم. یکم نموده صفتی علاش سونی دویم نموده سایم سونی 4م نموده میده خوش امده بعضی گرام میبرن یا بوده بازار به یک لخت دو کده میبینیم. نزدیک 10 روز می شود که دهقانان به جمع آوری حاصل کارتوشکا شروع کردند. بنا به گفته آنها کارتوشکا را اساساً سحری بروقت پیش از آفتاب برآمدن جمع آوری می کنند، زیرا گرمی هوا باعث ویران شدن صفتی آن می گردد. دهقانان تاکید کردند که بعد شنانیدن تخم کارتوشکا حاصل آن دوام 3 ماه تیار می شود. در این مدت به زمین کارتوشکا 3 مرتبه دوره سلیتر می پاشند که نرخ 50 کیلوی آن امسال از 400 تا به 550 سومانی برابر شد. این خرج دهقان غیر از سپاریدن اندازه زمین می باشد. مس از حساب گران شدن نرخ داروهای مینرالی سال جاری کارتوشکا هم وابسته به نوعش از 5.5 سومانی تا 3.5 سومانی ارزش دارد. آفتاب ماند این اتیک خوک نو میبرد کو رنگش بینور میشه صفتش پس میشه نرخ ارزان میگیره. هم به سحر به وقت عمده هم میشه دوای کده عمده به وقت جدا کده هم میشه پیش داشته میگیریم. اساسا اولیو میکنیم خودم اویلمو کلام بعضی اگر آدمو کم شده مونده دیگر سون یک دو تا ماهایم گفته کارگری هم گفته زمین میکنیم کار میکنیم بعد از این من اکون با دهقانی که من دویم حاصلمایی باید کده اون داشته میگیریم خدا خطا تیرم باور. در همین حال از سرایستی کشاورزی ولایت سوخت طریق صحبتی تلفنی به ما اطلاع دادند که حالا در شهر و ناحیه‌های کارتوشکا پروری ولایت وابسته به نوع محل و اقلیم از دهه ماه 3 ایون اینجانب قنوچین کارتوشکای بروقتی آغاز شده است. طبق معلومات آخرین تا امروز نزدیک 2000 تن حاصل کارتوشکا قنوچین کرده شد که این در مقایسه به همین دوره سال گذشته نزدیک 400 تن زیاد می باشد. اطلاع داده شد که حالا اساساً دهقانان ناحیه باباجان غفروف در قنوچین کارتوشکا پیش‌صف بوده تا امروز در عموم 1700 تن حاصل کارتوشکا را جمع آوری کردند. حالا قنوچین حاصل کارتوشکا اساساً در شهر و ناحیه‌های اشتکانی بادام، جبار رسولوف، سپتمن و مسجح آغاز شده است. تاکید گردید که امسال جمع آوری حاصل کارتوشکا در ولایت سوخت وابسته به وضع آب و هوا و نوع‌های کارتوشکاهای بروقتی میانه اینچنین درپزک تا ماه اکتبر دوام می‌کند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.